اولین نکته‌ای که در مراجعه به دارالترجمه باید مشخص بکنید و به اون توجه بکنید این که زبان مد نظر شما چی هست و اینکه اسناد و مدارک به چه زبانی باید ترجمه بشن. خیلی از کشورها ترجمه به زبان انگلیسی رو میپذیرن، خیلی از سفارتخونه ها ترجمه به زبان انگلیسی رو میپذیرن، اما بسیاری از کشورها از جمله کشور ترکیه ترجمه به غیر از زبان ترکی رو نمیپذیره. بنابراین خیلی مهم هستش که ابتدا به ساکن وقتی به دارالترجمه مراجعه میکنید مشخص بکنید که ترجمه‌ای که لازم دارید به چه زبانی هست تا زمان شما از دست نره و متوجه هزینه اضافی نشید. اگه سوالی تو این زمینه داشتید خوشحال میشم به شما کمک بکنم. با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان.